فروشنده های اصیل را چی کنیم؟ چگونه پیدا کنیم که این بسیار یک موضوع اساسی است دوستای عزیز. تمام موضوعات خریداری از چین برمیخوره به چی؟ به می که ما فروشنده های اصیل چگونه یک فریبکار، چگونه یک کلاهبردار، چگونه با یک انسان واقعی، یک تولید کننده واقعی، یک فروشنده واقعی چی کنیم؟ فرق کنیم و چگونه بشناسیم. خب من برای شما میگم فروشنده، تولید کننده، فابریکا در عموم در علی بابا به 3 کاتگوری چی میشه؟ تقسیم میشه. هر کدام شما با شما چی میکنم؟ یک اینجا تشریح میکنم. اولین فابریکی که قرار است مثلا در علی بابا فروشنده باشه و اجناس خود به فروش برسانه، چه کسی است؟ چگونه یک فروشنده است؟ فروشنده ای که چی است؟ وریفای شده است. وریفای شده چی معنی؟ یعنی از طرف خود علی بابا چی شده؟ وریفای شده، ثبت شده. ثبت کی است؟ علی بابا. تمامش در کل ثبت است، ولی یک لایسنس خاص داره، یک اعتبار خاص پیش علی بابا داره. این قسم یک فروشنده است. کاتگوری دوم کی است؟ این کسی است که لایسنس داره، جواز از طرف علی بابا داره و ثبت شده علی بابا است و یک لایسنس خاصه همچنان چی است؟ برخوردار است و تفاوتش ان شاء الله براتون میگم. و فروشنده سوم، کاتگوری سوم فروشنده‌ای است که نه جواز داره و البته شاید ثبت علی بابا باشه ولی کدام لایسنس چی است؟ خاص نداره. خب حالا ما شما کدامش انتخاب کنیم؟ ما گفتیم 3 نوع چی است؟ فروشنده است. 1 وریفای شده، 2 ترید اشورنس، کسی که گولد پوینت داره که را براتون میگم، و سوم کسی که هیچ کدام از اینا نداره. اول فروشنده ای که وریفای شده است در چین چی میکنه؟ سالانه $10,000 به علی بابا میده. چی میکنه؟ $10,000 به علی بابا میده. میگه به ما یک اعتبار خاص بده، به ما یک اعتبار خاص بده که ما این مقدار پول به تو تحویل میکنم و تو چیکو به ما یک اعتبار خاص که می وریفای شده است. خب شاید بعضی شما در فیسبوک و توییتر یک علامه تک مارک بالای بعضی فیسبوک های مشهور دیده باشین، بالای بعضی صفحات مشهور که یک علامه چی است؟ تک مارک شده است که او را مفت به کسی نمیده. کسی که زیاد مشهور باشه یا او را برش میده، یا کسی که سابقه بسیار کاری داشته باشه و یا کسی هم پول پرداخت کنه. خب این فروشنده $10,000 سالانه پول پرداخت میکنه تا همو نشانه وریفای شده از طرف علی بابا چی کنه؟ به دست بره. و دیا اصلا کلاهبرداری نیست. یک شخصی که سالانه $10,000 مصرف میکنه تا یک جواز علی بابا نشان بده که واقعا ما یک فروشنده واقعی هستم، خب چگونه از او بعید میره که $100 $200 ما تو بخوره. و در 100% از این فروشنده وریفای شده 1% هم 0.1% هم در بین از اینا کلاهبردار و چی فریبکار نیست. و ما قسم از این بالای از اینا میتونیم اعتبار کنیم، قسمی که مثل بالای خود اعتبار داریم و به بسیار اعتبار کامل ما چی میکنیم؟ میریم از اینا چی میخریم؟ محصول میخریم. و در زمانی که ما محصول رو انتخاب میکنیم و قرار شد به که ما بریم یک جنس انتخاب کنیم، به اساس از این 3 کاتگوری ما چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم که فرضیت اول ما اولویت کی قرار میدیم؟ فابریکه‌ای که وریفای است. خب بعدی میبینیم یک فابریکه دیگه است که مثلا ارزانتر است، فابریکه میته که وریفای شده، مثلا او در کاتگوری 2 قرار داره، ترید اشورنس داره، گولد پوینت بالای خود داره که بعداً بر شما ان شاء الله توضیح میکنم. خب مسئله بعدی کاتگوری 2 ترید اشورنس است. خب اول وریفای شده بود، فابریکایی که چی داره؟ وریفای شده است. خب ما 3 نفر داریم، 3 تولید کننده، احمد، محمود و یکی هم مقصود. احمد کی است؟ فابریکه‌ای است که وریفای شده است. این به شما چی است که اعتبار خاص داره، این تا قبلا میمونه میره. خب حالا یک محصول ما میپالیم که مثلا پیش وریفای شده، پیش یک فابریکه‌ای که است که او وریفای نشده. خب حالا میریم در چی؟ در کاتگوری 2 که چی است؟ ترید اشورنس داره. ترید اشورنس چی است؟ قسمی که من در اینجا به شما علامه‌اش نشون میدم، گولد پوینت. هر فابریکه‌ای که بالای خود چی داره؟ یک عکس کلاگک یا عکس کینگ است، عکس یک گولد پوینت، یک چیزی طلایی است که ما اینجا به شما قسمی که در تصویر می‌بینید، یک قسم یک علامه بالای از اون فابریکا چی میباشه. و این فابریکا چی میکنه؟ به علی بابا سالانه $4,500 پرداخت میکنه. به علی بابا سالانه $4,500 پرداخت میکنه. به علی بابا میگه محترم به ما چی کو؟ علامه گولد پوینت بالای ما چی حق کو بالای ما بزن. و امی است که یک اعتبار خاص اینا چی میکنه؟ پیدا میکنه. و در بین اینا در 100% از اینا شاید حدودا 1% تا 2% چی باشه؟ فریبکار و کلاهبردار باشه. و ما بعداً با شما توضیح میدم که فریبکار و کلاهبردار در علی بابا به چی معنا، که شما اول خوب دقیق اینا یاد بگیری که ترید اشورنس
چه قسم یک کاتگوری است وریفای شده، چه قسم یک فابریکه است و اخیرش هم که هیچ کدام از اینا نداره، او چه رقم آدم است. خب این حالا میرسیم به کسی که نه ترید اشورنس داره و نه هم چی داره، وریفاید است از طرف علی بابا. این دیگه چی است؟ این فروشنده ای است که سر به خود است، بالاش اعتبار میشه. ما 100% از فروشنده خریدیم که نه ترید اشورنس داشته و نه هم گولد پاینت چیزی دستش که در تصویر دیدیم همون چیز به ما چی روان کرده، در کابل روان کرده و بالای از اینا اعتبار میشه. خب یعنی در کل باید امو اولویت ما چه کسی باشه وریفای شده. خب مرسی از اینا رو بر شما تشریح کردم. بازم یک معلومات مفصل، یک تکرار دوباره براتون میکنم. ما 3 کاتگوری داریم، 3 کاتگوری فروشنده داریم در علی بابا. یک وریفای شده که در طاق بلند میمونیم، 2 ترید اشورنس که در طاق وسط میمونیم، پایینم فروشنده که نه وریفای شده است و نه هم ترید اشورنس و در کجاست؟ در قسمت پایینی. و همه ما سه تا رو به اساس چی میتونیم تفکیک کنیم؟ تمامش هر کدامش بالای فابریکا چی میباشه؟ علامه زدگی میباشه. من در تصویرم بعداً شما رو ان شاء الله اینا رو تمامش نشون میدیم که کدام فروشنده این رقم است، کدامش وریفای شده است، کدامش ترید اشورنس، اینا رو نشون میدم. خب حالا میایم در سوال بعدی که تکنیک های شناسایی فروشنده های واقعی با کلاهبردار. اینا دیگه اینجا من به شما میگم که کدام تکنیک ها است که ما میتونیم یک فروشنده کلاهبردار و واقعی و غیر واقعی را چی کنیم، از قبل پیش خود مشخص بسازیم که اینمی آدم کلاهبردار نباشه، اینمی آدم چی نباشه، دروغگو نباشه و ما را فریب نده. پیش از او اول باید براتون بگویم که فریب دادن و کلاهبرداری در علی بابا به اساس چی است. یک فروشنده هم در علی بابا قضیه نداره که پولی تو را بخوره، پدرش خورده نمیتونه. چرا؟ چون علی بابا مارکت پلیسی است که به همچو اشخاص چی است اجازه نمیده، به همچو اشخاص فریبکار اجازه نمیده که در علی بابا بیای از نام علی بابا استفاده کنه و پول یک مسلمان مثل موتو یا یک برادر و خواهر دیگه ما در خارج $100 $200 $300 $1000 شبیه چی کنه بخوره و برش هیچ مال ارسال نکنه. فریبکاری و کلاهبرداری در علی بابا به اساس چی است؟ به اساس از دوستای عزیز من که پول تا میگیره هر کسی باشه، مثلا وریفای شده است، مثلا ترید اشورنس هم داره و یا یک در کاتگوری است که نه او را داره، نه ترید اشورنس داره، نه وریفای شده است، پول تو را میگیره ولی به تو یک جنسی را میده چی کنه تو از او خیر نبینی. فرضاً مثلا ببین یک دوست ما چی میکنه، 100 قلم مال، مثلا نامش احمد است، میخواد 100 قلم مال از چین چی کنه وارد کنه. امروز سپلایر گپ میزنه، صحبت میکنه، جنس پروداکت ریسرچ میکنه، پیدا میکنه و کمپانی هم وریفای شده است. البته خب اکثر وقتا وریفای شده کمپانی که وریفای شده باشه این کارا نمیکنه. فرضاً یک کمپانی ترید اشورنس است، امو مارک ترید اشورنس گولد مارک بالای خود داره، امروز صحبت میکنه، میگه با ما 100 قلم چیکو، 100 قلم از این جنس چیکو ارسال کن. میگه بچه‌شم برش ارسال میکنه، منتظر میشینه، چند روز تیر میشه، میگه جنس وارد افغانستان میشه، زمانی که کارتن آواز میکنه میبینه که در 100 دانه چی است، 10 دانه از چی شد خراب است، شکسته است. چی شد؟ ببین چینایی در کجا کلاهبرداری فریب کاری که دیجا مستقیم پول تو را نمیخوره بلکه از اجناس تو میزنه، اجناس خراب سر تو میزنه. خب دینیجا باید دیگه ما و شما چی باشیم؟ خیلی ها هوشمندانه همراه سپلایر گپ بزنیم، بسیار با دقت کامل همراهش صحبت کنیم و قبل از اینکه ما و شما یک جنس گفتم انتخاب میکنیم، فرضاً یک قلم خوش آمد میخوایم این قلم رو وارد افغانستان کنیم، شما پشت یک سپلایر نگردین، پشت چندین سپلایر بگردین، ببینین کدام فابریکه ارزان جور میکنه، کدام فابریکه خوب است و فابریکا رو شما کدام فابریکه‌ای که مثلا واقعی باشه شما هم یک فابریکه واقعی از کجا پیدا کنین که من همچنان در ویدیو هم به شما ان شاء الله نشان میدم که یک فابریکه واقعی از امو عکس کارگاهش می باشه، عکس خود فابریکهش می باشه، عکس کارمنداش می باشه، عکس سرتیفیکیت هایی که از طرف دولت چین به دست آورده، تمامش همراه شما چی میسازه؟ شریک میسازه و شما میتونید اون را چک کنین ببینین و اینا ما شما ان شاء الله در ویدیو براتون نشان میدم. و همچنان مورد دیگه که براتون گفتم که چطور مثلا یک فروشنده، یک سپلایر جنس خراب به شما ارسال نکنه، البته در 100 قلم به شما 10 قلم خراب روان نکنه. دوستای عزیز قبل از اینکه شما همراه سپلایر به تفاهم برسید که پول پرداخت کنی، همراه او چی میگن؟ میگن محترم، چینایی محترم، من 100 قلم جنس از پیش تو میخوایم، اگر یک قلم از یام خراب باشه من بالای تعرض میکنم.
ما اجنت دارم در چین که 100 قلم مال که ما میخوایم تمامش یک چک میکنه. در صورت که یکش خراب باشه بالای تراز میکنه، او رو لرزه میگیره، او میترسه و او کوشش میکنه با کیفیت ترین اموال به تو روان کنه و مسئله بعدی برش میگه که ما به خاطر فروختن دوباره به بزنس میخوایم بزنس تازه یک بزنس شروع کنم و او همچنان در این قسمت به تو کمک میکنه که جنسای خوب به تو روان کنه تا تو تشویق شوی و بازم از اونها بخوای پس در این عرصه بسیار کوشا باشین و در حین که امرای سپلایر مسیج میکنین همچون موارد باید یادتان نره که بسیار تو به خوی خوب و چی میگن گپکای نرم و به می ترتیب بگوین که باید ما بیست کوالیتی را میخوایم و اسکرین شات هم از او کنین که روزی که به شما جنس خراب روان میکنه به علی بابا شما شکایت میکنی که من این سپلایر را گفته بودم بیست کوالیتی بلکه برای من این چیز روان کرد. یک خوبی دیگه ترید اشورنس و وریفاید چی است؟ شما که کمپانیایی که وریفاید و ترید اشورنس داشته باشه از اونها که مثلا جنس بخرین تا زمانی که شما جنس دریافت نکردین پول که شما پرداخت میکنی پول پیش علی بابا به امانت است. هر زمانی که شما جنس انتخاب چی میگن دریافت کردین و با امو سپلایر گفتین که ما جنس دریافت کردیم و سپلایر عکس چی میکنه با علی بابا روان میکنه و علی بابا چی میکنه پول بر از او چی میسازه آزاد میسازه و این خوبی کمپانیایی که ترید اشورنس و وریفاید شده است چیز یا خوبی بسیار خوبی است. خب این بود اما موضوعاتی که باید امروز مورد بحث قرار می گرفت که مهمترین از اونها همین موضوع شناسایی یک فروشنده کلاهبردار واقعی بود که انشالله که شما تانسته باشین امو ارسی کاتگوری وریفاید ترید اشورنس و بدون از این دو را خوبتر درک کرده باشین. در صورتی که بازم نمیفهمین انشالله من در خدمت هستم و حالا میریم به طرف بسته تصویری و در تصویر انشالله به شکل عملی به شما بیشتر من نشان میتم، بیشتر بالش وضاحت میتم که کدامش وریفاید است و کدامش ترید